میگن هر فصلی مدل موی مخصوص به خودشو داره. بزن بریم با هم یه مدل موی پاییزی باحال درست کنیم. اول از همه موهامون رو صاف میکنیم و یک فرق تمیز باز میکنیم. فرق قشنگ از وسط تا پایین سرتون باز کنید که یک خط صاف بیفته. اول یه طرف موهامون رو میبندیم چون کاری باهاش نداریم. یه تیکه کوچیک از جلوی موهامون جدا میکنیم به اندازه‌ای که دوست دارید توی صورتتون بمونه. میزنیمش کنار. حالا شروع میکنید از قسمت جلویی موهاتون یه تیکه برمی‌دارید، به دو دسته تقسیمش میکنید. دسته اولو میپیچید دور دسته دوم، دو دور، فقط اولی و دو دور میپیچید. خب بعد از قسمت بعدی از قسمت روی موتون برمیدارید، یعنی با زیر مو کاری نداریم. از روی مو یه قسمت برمیداریم به دسته قبلی اضافه میکنیم و این دسته‌ای که اینجاست رو دوباره میپیچیم دور این دسته‌ای که تازه گرفتیمش و به همین منوال ادامه میدیم تا ته. دوباره یه دسته از اینجا میگیریم اضافه میکنیم به دسته قبل، این دسته رو میپیچیم دورش. تنها نکته‌ای که باید رعایت کنید اینه که زیر مو رو به حال خودش بذارید، از روی مو بردارید. همین سادگی، خیلی راحت. آقا به پشت سر که رسیدیم این موهایی که زیر مونده رو جدا میکنیم، این قسمتی که بافتیم رو با یه دونه کش میبندیمش و سفتش میکنیم و به همین سادگی یه طرف سرمون یه بافت خیلی خوشگل داریم. این طرفمون رو هم مثل همین ور درستش میکنیم. این قسمت رو این ور میبندیمش که جدا نشه. نکته‌ای که باید این طرف رعایت کنید اینه که مثلا اگه اینو از اینجای سرتون بردید، اینو هم از همین جای سر ببرید. مثلا یه دفعه از پایین نیاد چیزش کنید که با هم قرینه باشن. یه دونه دسته رو برمی‌داریم، به دو دسته تقسیمش می‌کنیم. اولیو دو دور میپیچیم که محکم باشه. شروع می‌کنیم دوباره دسته‌های پشتی رو به دسته‌های قبلی اضافه کردن. اینجوری یه مدل مو خوشگل و پاییزه داریم. تازه اگر دوست داشته باشید میتونید این طرف رو ببافید، بافت ساده و راحت شل. بعدم یه ذره این بافتا رو شکلی از هم دیگه بازشون میکنیم و تمام. نظرتو کدوم بشه؟ بازش یا بستش؟ زیر واسم کامنت کن. کلی دوستتون دارم. توی ویدیوی دیگه میبینمتون.